وقتی میخوابید حدود 8 میلیمتر گد میکشید و وقتی بیدار میشوید دوباره به گد اول خود برمیگردید. اما چطور چنین چیزی ممکنه؟ اگه میخوای اینو بدونی پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. اعضای بدن هر کدام کاربردی دارند که جالبه بدونید. چشمها. دلیل وجود ابروها این است که از ریخته شدن عرق به داخل چشمها جلوگیری کند. دیابت اولین علت نابینایی در آمریکاست. انسان در هر سال بیش از 6 میلیون بار پلک میزند. موها. یک مرد معمولی حدود 5 ماه از عمر خود را صرف اصلاح موهای صورت می کند. مو دومین بافت در بدن است که سریعترین رشد را دارد. مغز استخوان رتبه اول را دارد. موها و ناخن‌ها از یک ماده تشکیل شده‌اند. مغز حدود 20% از اکسیژنی که تنفس می‌کنید به مغز می‌رود. شما نمی‌توانید خودتان را گلگرک بدهید چون مغز می‌داند که می‌خواهید به بدن خود دست بزنید. بنابراین برخلاف وقتی که چیزی دیگری به بدن شما برمیخورد عکس‌العمل نشان می‌دهید. بدن روزانه حدود 10 میلیارد سلول پوستی بدن انسان می‌میرند. هر انسان روزانه بین 1 تا 3 پیمانه بزرگترش را می‌کند. بدن یک انسان بالغ روزانه به حدود 40 کیلوگرم اکسیژن نیاز دارد. قلب فشاری که قلب انسان تولید می‌کند می‌تواند خون را تا بیش از 10 متر بپاشد. قلب انسان به طور میانگین حدود 35 میلیون بار در سال می‌تپد. بنابراین قلب یک انسان عادی روزانه 100,000 بار می‌تپد. دوستان اگه تا اینجا از این ویدیو لذت بردین لطفاً ویدیو را لایک کنید. جالبه بدونید پوست بزرگترین عضو بدن است. اندازه آن در یک انسان بالغ به حدود 1.9 متر مربع میرسد. سلول‌های پوستی به طور مداوم ورقه شده و میریزند. هر انسان در طول زندگی خود معادل 18 کیلوگرم سلول پوستی از دست میدهد. تعداد استخوان‌های بدن یک انسان بالغ از یک نوزاد کمتر است. ما با 350 تک استخوان به دنیا میاییم، اما به دلیل اینکه در طول رشد استخوان‌ها به هم جوش می‌خورند در بزرگسالی فقط 206 تکه استخوان داریم. 60% از مردان و 40% از زنان تا 60 سالگی خورناس می‌کشند، اما گاهی صدای آن کرکننده می‌شود. صدای خورناس به طور معمول به 60 دسیبل میرسد، یعنی در سطح صدای مکالمه عادی، اما صدای آن میتواند تا 80 دسیبل هم بالا برود، یعنی در حد صدای دریلی که با آن آسفالت را میکنند. افراد موبلند ممکن است انسان‌های شادتری باشند یا نباشند، ولی به طور گرد تعداد موهای بیشتری دارند. رنگ موها مشخص میکنند که تراکم آنها چقدر است و این تراکم در افراد موبلند بیشتر است. اگر شما ناخن‌های دست خود را بیشتر از ناخن‌های پا کوتاه می‌کنید کاملاً طبیعی است. وقتی نور ناخن‌ها باز باشد و بیشتر از آنها استفاده شود سریعتر هم رشد می‌کنند. همچنین ناخن انگشتانی که بلندترند و دستی که با آن می‌نویسید سریعتر رشد می‌کنند. به طور معمول ناخن‌ها ماهیانه حدود 1/10 اینچ رشد می‌کنند. مغز ما طی اولین سال زندگیمان 3 برابر بزرگتر می شود، یعنی نسبت به اندازه مغز در زمانی که متولد شدیم، و در 25 سالگی به رشد کامل می رسد. 60% از مغز را چربی تشکیل داده است. مغز ما حدود 23 وات نیروی الکتریکی تولید می کند که این میزان برای روشن کردن یک چراغ کوچک کافی است. دوستان اگه تا به این لحظه کانال ما را سابسکرایب نکردین لطفاً کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. هر انسان نزدیک به 150,000 تار مو روی سر خود دارد. هر تار مو هر ماه حدود 1 سانتی متر رشد می کند. اگر مقدار رشد همه تارهای موی سر خود را با هم جمع بزنیم مجموعاً در عرض 1 سال به 16 کیلومتر می رسد. علاوه بر این موهای ما از چیزی که تصور می کنید محکم ترند. هر تار مو می تواند 85 گرم وزن را تحمل کند که این میزان معادل وزن یک عدد سیب است. اگر قدرت همه تارهای موی سر خود را با هم جمع بزنید به اندازه وزن 2 فیل میرسد. و دوستان آیا میدونید چرا انسان موقع خندیدن گریه میکنه؟ دوستان اگه میدونید حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. مرسی.